پول داره تا کمر بزنه. چشم. بودو کفر تو کن واسده منو نگاه میکنه. فاطمه جان مگه من به شما نگفتم قهوه رو خوب درست کن، مشتری موقع اذیت میشن. باشه عزیزم. بفرمایید. عزیزم خدایی نکرده زبونم را میریزه رو مشتری باید بیشتر خمشی. چشم. برو. یه اسپرسو تک خانم. قابلتونم نداره. ممنون. 55 تومن. 550. مگه من نگفتم این پول داره نفهم. رمزتون 4 تا 1. قابل شما نداره. ممنون. نمیصرف. مشتری دختر اومد کی میره سر میز؟ شما آقا مهدی. مشتری پسر سفارش داد چی؟ دستمون خورده. استیکا مونده هر چی سفارش دادن چی میشوی؟ استیک. تارگت کیک هویج هر کیکی سفارش دادن؟ کیک هویج. غذا مونده بود رفت تو آشپزخونه کی میخوره؟ شما آقا مهدی. سلام وقتتون بخیر. سلام مهدی. چه سالتون من میتونم شماره‌تون برای باشگاه مشتریان داشته باشم؟ بله 0912 بله. 794 بله. آقا چرا تو گوشی داری میزنی؟ اتفاقی بیفته من خودم پیام میدم دیگه فدات شم. برای بچ بالاخره بعد یه سال سفارش استیک گرفتیم. محمدی سلامت بفرست. داشتی مخلصم. بچه‌های دم در دیگه ورودی پسر نداریم فقط دختر. آقایون مشتری بیشتر از زبار زغال قلیون عوض کرد چیکار می‌کنین؟ دل دوست دارش خورد می‌کنیم. خودتون بخیر چی میل دارین؟ من یکم حالم بده رو راست میگم یا آهنگ غمگین پلی کنن چی میل البته دارین؟ من آشنا آقای محمدی هم هستم. داداش چیکار داری می‌کنی؟ من آشنا آقا محمدی نیستی بیام رو میز برات عربی برقصم داداش. اوه کجا آقا می‌خوایم بشینیم. داداش من نمی‌بینی اینجا پر مخلصم محمد آقا. آقا این چرا رفت نشست؟ نه این نمایشگاهی به درد بخوره بفرمایید. آقایون امید رفیقم یه رب دیگه به خانومش داره میاد اینجا خالی واسه صاحب کافه است. آقا امید با بانو تشریف آورد تو میدوی جلوی در. آری کلا. اوه حواست کجاست اینجا همه بالا شدن پسر همه سیبیلن من نگفتم فقط دختر را بده. وقتتون بخیر چی میل یه دارین؟ چای لطفا. یه کوبیده یه چای جناب چای میخوام من. داداش چای خالی نداریم آقا من چای صحبت نکن شما کوبیده رو میزنی رو میای چایو میخوری گل میکنی مثلا میخوام آقا یه اسپرسو بده. پس شد یه پیتزا سیرو استیک اسپرسو بابا میگم اسپرسو. داداش من شما ترکیبو نگاه فست فود میخوری فس میشی اسپرسو میخوری میای بالا میرسیم نده. خوش اومدی عزیزم مرسی اینو جا نداری؟ چرا جا نداریم پسر شانسشون تمومه پاشو ببینم پاشید ببینم نظرت دستگاه اسپرسو بندازم همین دم کافه بکشم زیر صاحب کافه